برای اجرای بافت بی نهایت دسته مویی که میخوایم به بافیم به 2 دسته تقسیم میکنیم. حجمشون باید مساوی باشه. بعد از یکیشون من از سمت راست یک لایه جدا کردم. این لایه هم تمیزکاریش رو انجام میدیم و میبافیمش اول از رو و بعد هم از زیر دسته دیگه ردش میکنیم. حالا دوباره همونو تکرار میکنیم از رو و بعدش از زیر این دسته دیگه ردش میکنیم. این کار تا آخر باید ادامه بدیم، ولی مواظب باشین که حتما دسته ها رو میبینین اینجا گره شد تمیزکاری کنین. تمیزکاری میکنین یا با شونه یا با دستتون، هر طور که راحتین. اینجا با گیر من نگهش داشتم. میام دوباره میرم دستم نازک شده یا قدش کوتاه شده، دوباره لایه موی دیگه برمیدارم، حجمش رو کمتر کردم. خب دوباره اون 2 لایه ها رو با هم دیگه ادغام میکنم. دیدین؟ با هم مخلوط شدن. حالا میام به بافتم ادامه میدم. خب اول از رو، بعد از زیر دسته دیگه ردش میکنم. کشش رو باید داشته باشین که بافتتون شل نشه. دوباره از رو، این دسته ها رو چجوری نگه میدارم تو دستم و از زیر. خب اینجا قد اون لایه‌ای که داره بافته میشه کوتاه شد، مجبورم دوباره اضافه کنم. خب اینجا دوباره همون حرکت رو میزنیم، 2 لایه ها رو با هم ادغام میکنیم، یک کشش انجام میدیم، دسته ها رو میگیریم تو دستمون از رو، بعدم از زیر، دوباره اینجا از رو و بعد از زیر. بافت خیلی راحتیه، اما تمیزی کار توی این بافت و چجوری لایه ها رو تو دستتون بگیرین که بافتتون کج و تابدار نشه خیلی مهمه. خب اینجا وقتی که به سمت چپ رسیدم احساس کردم که حجم لایه‌ای که داره، دسته‌ای که داره بافته میشه کم شده، دوباره اضافه میکنم. این دفعه از سمت چپ اضافه کردم. خب الان از رو میایم و بعد از زیر دسته دیگه، دوباره اینجا از رو و بعد از زیر دسته میچرخه. این چقدر بافت قشنگیه، برای دم اسبی خیلی بافت مناسب و شیکی میشه. از رو و بعد هم از زیر، تا جایی که میبینین این دستتون حجمش